رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان اوزودا رحمان در عرفه عید سعید فطر معاش ماهانه‌اش را همچنین کمک مالیوی به والدان پنجگانی‌ها از ناحیه قبادیان تقدیم کرده است. اوزودا رحمان همچنین به این خانواده جهاز خانه خواب، یخدان، کندیسیونر، ماشین جامه‌شویی، سر لباس هم برای پنجگانی‌ها و هم برای والدان آنها، همچنین مواد خوراکواری و غذای کودکان تحفه کرده است. در این باره روز 12 می وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک با نشر نو عکس خبر داد. در عکس‌ها دیده می شود که یاری‌های فرستاده اوزودا رحمان را به خانواده رحمان نورمرادوف، پدر خوشبخت این طفلان پنجگانیک، وزیر مهنت شیرین امانزاده رسانیده است. ساکن ناحیه قبادیان دلنوزه محمدووا روز 30 دکامبر سال 2020 در یک تولدخانه دوشنبه یک باره پنجگانیک، دو پسر و سه دختر تولد کرد. این نخستین مورد تولد پنجگانیک در تاجیکستان است. آنها را حسن، حسین، فاطمه، زورا و خدیجه نام گذاشتند. مقامات ولایت ختلان وعده داده بودند که برای این عائله در اولیه‌شان چند حجره نو می‌سازند. وزارت مهنت خبر داد که ساختمان این حجره‌ها قریب به پایان رسیده است و پنجگانیک‌ها 1 ایون روز بین المللی حفظ کودکان را در خانه نو استقبال می‌گیرند. اوزودا رحمان یک سال پیش نیز در عرفه عید سعید فطر به بیمارستان مرکزی زادگاهش ناحیه دنغره در مجموع 100 رخت خواب کمک کرده بود. همچنین گزارش شده بود که اوزودا رحمان نقشه دارد تا روز عید به بیمارخانه‌های کشور به مبلغ 115,000 سومانی مواد داروواری کمک کند. اوزودا رحمان دختر دوم پرزیدنت تاجیکستان 43 سال داشته از سال 2016 رهبر دستگاه پرزیدنتی را در دست دارد.